تو آغاز سبقت بین المللی اوید با تنیس کمتر از یک ماه باقی مانده است. عین حال ورزشگران همایش‌های تعلیمی و تمرینی را در قصر تنیس و کورت تابستانه تنیس می‌گذرانند. مسابقه عنعنوی بین المللی برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که همه ساله تشکیل راه‌اندازی می‌گردد، دسته‌ها را از کشورهای دور و نزدیک به هم می‌آورد. در واقع مشق و تمرین‌ها برای ورزشگر مرحله آمادگی به حساب می‌رود. مسابقه باشد امتحان است. از اینجاست که مربی تنها در سبقت تا کدام اندازه تیار بودن شاگرد را درک می‌کند. در مسابقه عنعنوی بین المللی تنیس بازان تاجیک خوب بازی می‌نمایند. بهترین شاگردها خیلی زیاد داریم. یکی از آنها سامان امانوف میباشد که او رقم یکی تاجیکستان میباشد، یعنی رقم رکتکه یکی تاجیکستان میباشد. در مسابقه بین المللی در سن سال خودش و در مسابقه بین المللی اشتراک کرده جایزه‌داری مسابقه ها گشته ایستاده است. یعنی به کدام دولتی که سفر می شود جایزه دار می شود. اصلا بگیریم بازی تنیس در نظر خیلی آسان می نماید، ولی این طور نبوده از ورزشگر مهنت زیادی را تقاضا می دارد. از این جاست که تنیس تاکتیک و تکنیک مخصوص را طلب می کند. برای تیار و آماده کردن ورزشگری لیاقتمند زحمت بی اندازه را تقاضا دارد. از این رو دانستن سبک و اسلوب های خاصی تنیس بسنده نبوده، بلکه از خودنمایی کارهای نظریوی، گذراندن مشغولیت های تعلیمی و تمرینی بیرون از مرز وطن شرط و ضرور است. سال گذشته در پایتخت مسابقه عنعنوی بین المللی بین نورسان برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان برگزار شد و دسته‌ها از کشورهای دور و نزدیک تشریف آوردند. 2 سال می شود که من در قصر تنیس مشق می کنم. این ورزش به من مقبول است. همگی من 6 مدال دارم، 2 تا یکم و 4 تا دوم. در حقیقت به نتیجه نظررس نائل گشتن ورزشگر قبل از همه زحمت زیادی مربی نقش اولین درجه را می‌بازد و به شبهه جمع آمد مشترک تمرین‌ها به مربی امکان می‌دهد که شاگرد را به درک عمق جهانی ورزش راهنمایی کند و در این زمینه برای رفع اشتباه امتیاز به دست آورد. امید است که مسابقه‌های من بعد بین المللی با تنیس بازان نورسی تاجیک کامیابی را به بار خواهد آورد.